یک نقطه فروش سوزشواری در جماعت حیات نوی ناحیه یاوان به کام آتش رفت. در ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان روز 23 ایون به رادیوی آزادی گفتند آتش نشانها به محل حادثه رفته سوختار را خاموش کردند و تلفات جانی به قید گرفته نشده است. همصحبت رادیوی آزادی در ریاست امور داخلی ولایت گفت عین زمان سبب سر زدن آتش معلوم نیست و تفتیش ادامه دارد. سلیمان عیسی‌زاده رئیس اداره حالتهای فوق‌العاده ولایت ختلان گفت از حادثه خبر ندارد چون به صلاحیت سوختار نشانها وارد می شود. در همین حال کاربران رادیوی آزادی دو نوار فرستادند که در یک صحنه آتش گرفتن و بعدا منفجر شدن بشکه سوزشواری دیده می شود. به قول شاهدان احتمال سوختار از گاز مایع سر زده بعداً به قسمت‌های دیگر پیچیده است.